سلام، صبح بخیر. چطورین بچه‌ها؟ خوبین؟ ببخشید من خیلی به هم ریختم، تازه خواب پا شدم. امروز میخوام برم پول دنس، پول فیت دوبای برای پول دنس. یه ذره میخوام تمرین کنم. گفتم که اصلا یه ذره امروز راجع به آماده شدنم، راجع به پول دنس، راجع به اینکه لباسش چجوری باید باشه، چیکار باید بکنیم، گرم کردنم اونجا، مسیری که باید برم. امروز یه ذره با هم باشیم تو این ولاگ و اینکه من صبح اولین کاری که میکنم، یعنی چیزی که میخوام بخورم، لیمو رو میریزم توی آب ولرم و حالا بعضی وقت زنجبیل بهش اضافه میکنم، با اون میخورم. بعد چون یه حسی مثل قهوه داره. اگر میدونم خیلی هم میگن نه برای معده بد و اینا، میتونن حالا مقدار لیموشون خیلی کم کنن. این بستگی داره. من خودم خیلی مشکل معده دارم ولی این موضوع اذیتم نمیکنه. این اصلا صبح بهش خیلی میدم، بوی لیمو اینم خیلی حال میده. و چون عاشق قهوه هم هستم، یعنی بتونم کل روز قهوه میخورم ولی خیلی خودم رو کنترل میکنم. جدیداً دارم سعی میکنم به جای قهوه ماچا بخورم، به خاطر اینکه مثلا چرا قهوه رو میخورم ولی مثلا به جای که 3 تا قهوه توی طول یه روز بخورم 4 تا بخورم، حتی نهایت 2 تا بخورم، یکی بخورم، بستگی به اون روزم هم البته داره، ولی بقیه‌اش رو سعی میکنم که حالا 1-2 بار هم ماچا بخورم. و اینکه برای اینکه میخوایم بریم کلاس پول دنس، اگر کلاستون صبح هستش، بچه‌ها حواستون باید باشه خیلی نباید سنگین باشید، به خاطر اینکه پول دنس یه ورزش تا حدودی که نه خیلی سنگینیه. خب و یه داستان دیگه ای هم که داره، به خاطر اینکه مثلا یه سری تایما شما میخواین روی میله‌ای که اسپینه، یعنی میله‌ای که میچرخه، میله هم میتونه حالت استاتیک باشه یعنی میله نچرخه. یه سری حرکتی که میله میچرخه میذاریمش رو حالت اسپین که حالا پایین میله پیچ داره، امروز بهتون نشون میدم. میله شروع میکنه به چرخیدن. بعد تایمایی که شما اگه غذای سنگین خورده باشید، شکمتون خیلی پر باشه، اینا حالت تهوع خیلی بدی میگیره. من خودم خیلی اوقات چون که پروتئین بار دوست دارم و اونجا هم دم استارباکسه، من اصلا قبلش میرم استارباکس قهوه میخورم و یه پروتئین بار یه چند تا گاز ازش میزنم، زیادم نه. ولی اگه تو خونه باشم مثلا یه توست کری بادوم زمینی با مثلا حالا موز روش بذارم اگر بخوام، بستگی به رژیمتون هم داره، ولی یهو نمیام چه میام تخم و مرغ و فلان و بیسار و اینا بخورم، مگر اینکه 2-3 ساعت قبلش باشه که حالم بد نشه، سبک باشم میخوام برم تمرین کنم دیگه. خلاصه بریم که لباسمو بهتون بگم باید چجوری باشه، با هم انتخاب کنیم که چی بپوشیم و یه توضیحی هم راجع به 2 تا سبکی که امروز من میخوام تمرین کنم توی پول بهتون بگم. من انتخابایی که الان کردم، اینو یادم رفت براتون توضیح بدم که امروز یه سبک دیگه هم میخوام پول کار کنم. میخوام یه ذره فلور ورک و اگزوتیک هم کار کنم. اینا کفشای پول دنسه. میدونم بچه‌ها یهو میبینی اصلا یهو شوکه میشی. من این کفشا رو فکر کنم چند سال پیش از پلژر شوز گرفتم، یه برند برای کفشای پول دنس. کفش پول دنس پاشنه‌هاشون اصولا 25 سانته و خیلی این لژ جلوی کفش مهمه، چون این لژ جلوی کفش باعث میشه که تو بتونی کنترل داشته باشی. کفشای راحتی، اون میدونم به قیافش راحت نیست، اصلا بعضیاشون خیلی سنگینه. حالا این باز جزو کفشایی که سنگین نیست ولی باز وزن داره، چون مثلا بستگی به قیمت کفشت هم داره دیگه. وقتی کفش خوب میگیری خیلی این چیزاش تاثیر داره که کفش سبکه، چون تو میخوای وزن بدنت رو بکشی بالا دیگه، مثل این میمونه که وزنه بخوای به پات ببندی. بعد من این کفشا رو گرفتم و اینکه یکی بچه‌ها این درسته که میدونم یه سری‌ها نگاه میکنید، مثلا خیلی‌ها تا من میپرسم مربی چیه، مثلا من میگم حالا یوگا و پول دنس، مثلا فکر میکنم حالتی که من تو کلاب میرقصم، تو بار میرقصم. کاری به این ندارم، من که اونجا نمیرقصم، ولی چون اینجا اصلا دبی هم هست اسلامیه، ولی تو کشوری که دخترها با اینها میرقصن، اصلا به عنوان شغل، به عنوان اصلا هر چی که هستش، واقعا سخته. یعنی به خاطر اینکه تو فرض کن این پاشنه هر چقدر راحت باشه باز سخته. بعد حرکتایی که با اینا میزنن، یعنی
به چشم بیننده انگار که خیلی اوکیه، داره یه ذره بدنش رو تکون میده، یه ذره اشوه میاد و دلم میخواد یه بار این کفشا رو بپوشید. من سبکم اصلا این سبک نیست، ولی بعضی اوقات انجامش میدم چون بالاخره جزوی از پله. خب برای دنسم چون 2 تا دست میبرم، اگه اونجا بتونم عوض کنم، چون من وقتی میرم تو تمرین اصلا ببین یادم میره دیگه که باید لباس عوض کنی برای ویدیوها چیزی، یهو میرم همونو با هم میگیرم. من برند جیم شارکو خیلی دوست دارم، جیم شارکو بوانتی. تو لباس ورزشی ها من خیلی حال میکنم باشون، مثلا این شلوارکاش خیلی خوبه، مثلا جیم شارک بچه جنس جیم شارک خیلی خوبه. خب من میخوام این صورتیه رو برای بالا تنه بپوشم، این آبیرم شلوارک، اینم جیم شارک، اینم پایین تنه بپوشم. و برای اسپین چون که احتیاج دارم که یه ذره اینجا هم گریپ داشته باشه، اون شلوارک یه ذره بلنده برای فلور ورک و حرکت‌های روی زمین خوبه. این نیم تنه ها رو میخوام بپوشم با اینم که یه حالت شورت داره، ولی بازم بهتون بگم حالا من اینو میپوشم شماها هم میبینید، این هم باز برای پل خوب نیست. چرا؟ چون این میاد این قسمت رو میگیره. حالا من وقتی اینو میپوشم یه ذره اینجوری تاش میکنم میره سمت زمین، به خاطر اینکه سر میخورم. خب بریم بپوشیم بهتون نشون بدم و بریم. اینو میپوشم برای اسکی. میبینی این بالاشو مجبورم تا کنم ولی باز هم اینجا همون میگیره. ولی خب من چون مدل دیگه ای الان خیلی ندارم، بچه ها اصولا بهشون میگم بیکینی هاشون رو بپوشم، ولی من خب یه ذره خودم ترجیح میدم که این شکلی باشه. حالا بریم اون یکی. خب اینم برای فلور ورک با این کفشم. خونه من اینجوریه که من الان ایستگاه اتوبوس و مترو بغلم نیست متاسفانه، این خیلی موضوع بدیه، ولی خب اشکال نداره. من دیگه الان یاد گرفتم تا این مسیری که کمترین هزینه برام بشه مجبورم با تاکسی همیشه برم، از اونجا به بعد رفت آمدم و جاهایی که میخوام برم با مترو و اتوبوس میکنم. و به خاطر اینکه این کارم میکنم خب بالاخره اینجا تو مترو و اتوبوس یه ذره رعایت کنی خودت راحت تری، بالاخره خیلی چیز نیستش که خیلی باز باشی. من راحت نیستم، به خاطر همین یه لباس بهتر بپوشم که بعدم بریم. خب من منتظر تاکسی ام چون تا یه جایی رو باید با تاکسی برم، بعدش برم تا مترو، با مترو برم تا مارینا با این کیف سنگینم و اینکه let's go. اومدیم جای مورد علاقه من، یه قهوه بخوریم بریم شروع کنیم. دوست دارم چون که این چیزاشون خیلی همیشه کامله. ببینید ما برای پول نیاز به یه حوله داریم و الکل و مت یوگا. حالا کدوم میدن انتخاب کنیم.
من گرممو کردم. بچه برای گرم کردن خیلی مهمه که هم حرکت کششیتون رو انجام بدید، همین که گردن، مچ، پشتتون، فیلتون، شکم، کور، همه چی رو باید گرم کنید. گرم کردن توی پول خیلی مهمتر اون چیزیه که فکر میکنید. یعنی به نظر من بچه‌ای که سر کلاس منن می اومدن حتی به نظرم نفس هم بالا نمیاد، گرم کردن مهمتر از خود رو میله رفتن، چون وقتی بدن خیلی گرم باشه هم جلوگیری میکنه از آسیبت، همین که خیلی کمک میکنه. خب میخوام براتون توضیح بدم میله استاتیک و اسپین. میله استاتیک میله‌ایه که نمیچرخه. ما با این نمیدونم اهرام میگم چی بهش میگم. ببین این الان اسپینه، نگاه کن، این میله میچرخه. خب این میله ها یه دونه پیچ این پایینش داره، این که ما با اینا سفتش میکنیم. خب الان ببین میله نمیچرخه. حالا من خیلی هم سفتش نکردم ولی همه چی به اینه. این پیچا باز شه میله میچرخه و این. بریم شروع کنیم. الکل ضد حوله میله رو اینجوری پاک میکنیم، با الکل مستقیم پاک نمیکنیم، میله خراب میشه. جاهایی که میخوایم که مرق نکنه میله رو خب من یه سری چیزای بیسیک رو که میخواستم که بدنم گرم شه رو رفتم. الان میخوام میله‌مو عوض کنم. چرا؟ ببین بچه‌ها این نگاه کنید، این میله 42 قطرشو ببین. برای دست من خیلی راحت تره. یه سری میله ها هستش که اصلا توی مسابقات و اینا این میله های 45 اینا ببین یه ذره، ولی اینو من قشنگ راحت میتونم توی دستم بگیرم. خب بریم که اینم استاتیکش کنیم و یه ذره شروع کنیم با کفش. سرد کردن آخر تمریناتونه، جزو مهمتریناست. گرم کردن، سرد کردن. بریم سرد کنیم، هیچ جوری نداره. این از ولاگ امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. چه شکلی اومدم؟ خوشگل مشکل چه شکلی دارم میرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه‌ها. اگر سوالی داشتین میتونین ازم بپرسین. بازم سعی میکنم از اینجور برنامه‌هایی که برای ورزش هاست براتون بذارم. مرسی که تو اینجای ویدیو با من اومدین. دوستتون دارم.